سلام شما خواهم شاید عالی باشه و چه با ویدیو جدیدی که چگونه جواز رایگان کالاف بگیریم. فقط قبل از اینکه بریم لایک و زنگوله بزنید بریم برای ویدیو. بچه هر جایی که فرستادم به اول رو گزینه بتل میزنیم و بعد اون قسمت سفید هم اسمش چیه، بعد رو گزینه اول که اینجا گانایی که اومده بود مثل AK-117 میتیک با CR فکر کنم بود، نه AK-47 و روش جایی که اگه روی خود گام بزنید و بیایید اینجا میتونید از روی سکه ها که اون بالا سمت راست هست تبدیل کنید به پازل و بیایید اینو بچینید. خیلی هم خوش میگم بچینید، ازش اضافه کنید و بگیرید سریع روی گزینه دومش بزنید. میبینید اینجا که جواز رایگان داره که همون مثل جعبه و پازله و اگه بزنید رو گزینه سمت پایین این جواز رایگانی هم که داره مثل گانایی که رایگانه با اون سکه هایی که از هر دست بازی کنید توی ایونت دیگه مثلا میاره و تا همینجا میتونید گانا رایگان بگید. در قسمت هم که میبینید جواز رایگانی که داره مثل همین اسکین که الان اگه تمام شه خیلی زیاد نگرفته بودم، مثل همین اسکینی که اینجاست و چیزی که دارم میگم توی که میبینید مثل سیاهی که میگیرید و هم رنگ ماشین و چیزهای دیگه و اسکینش هم خیلی با قشنگه از نظر من، چیز باحالی داره. بگیریم اینقدر زیاده اصلا بعد نم از اسکینش واقعا قشنگه و خوشم آمد ازش. بگیریم این چی اتفاقا و رو گزینه دومش اگه بزنید تو گزینه داره من کامل اینجا رو پر کردم. بزنید که اونم حالا اسنایپ بهتون میده، به هر کدوم که پر کنید آخرش بهتون میده قطعا هم از اسنایپشه و چیز جالبی از لحظه من. اینم تسکاشه که میخواید بگیریم توی از اینجا میاد بگیرید و هر جایی که فلکسن همون جایی که میخواید برید. حالا روی گزینه اسپشیال ایمیت بذارید و برید جواب باز به من زیاد به درد نمیخواد، ولی حالا هر کی که دوست داره میتونید بگیره. باحال. حالا رنگ گان یا همون عکس پروفایل بهتون میده، چیزی زیاد عجیبی نیست ولی من زیاد دوست نداشتم اینو. همونجوری که میبینین گام میده، عکس پروفایل میده. تو قسمت بعدش هم که حالا روز به بیرون قسمت دوم و اولش که همونطوریه چیز عجیب غریبی نره، همون تو رنگ گام بهتون میده و این هم اگه پر کنید هم پروفایل گام بهتون میده. حالا میایم بیرون روی این حساب کنید روی بتل روی میزنید بتل روال و روی رنگ که اینجا خودتون میدید اگه رنگ تو لجند کنید یا گرم مستر بشید. اگه گرم مستر برید بالاتر حتما از گرم مستر 1 تا لجند. حالا همین اسکینای بهتون میده که من گرفتم و دستش زیاد جالب نه، من داشتم دست زیاد جالب نیست به نظر من، عجیب غریبی نیست که مثلا بخواد بگیریم واو چه دست خوبی. اینم از بک پکش خیلی هم قشنگه آره، ولی زیاد استفاده نمی‌کنم. این برای دومی که مولتیه می‌ذارم رو گزینه رنگ همونجوری که الان مثلا واسه فلش زدم اینم مثل همونه، ولی من اصلا رنگ مولتی تو لجند نکردم ولی خیلی بده چون گان لجند. حالا گان لجندی که تو سیزن بعدی میخوام همونجوری گفتن اخبارش اومده حالا 50-50 گفت نسخه چینی چون بیشتر ما تو این سرورهای که هستیم مهمونی احتمال هست که واسه ما خیلی مثلا نیاد یا اصلا نیاد اینجا. به خاطر مثلا رنگ مولتی لجند نکردم خیلی اصلا حالا ناراحت شدم و فکر کنم تمام شد دیگه. همینا بود و مرسی که تا اینجا اومدید ویدیو من نگاه کردی. عشق منی تا اینجا هم که اومدی لایک و ساب بکن که بهم کمک کرده باشی. ممنون. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.